یادتونه تو پارت قبلی دونه های اولیه رو چجوری آماده کردم؟ این قالبی که میبینی یه جور محفظه فلزیه که داخلش خالیه. دونه های ریز یونولیت داخل قالب به صورت یک نواخت ریخته میشه و قالب رو میبندن و بخار آب رو با فشار وارد میکنن. این فشار باعث میشه دونه های یونولیت منبسط بشن و به هم بچسبن. بعد از چند دقیقه بخار قطع و قالب رو باز میکنن. حساس ترین بخش کار یعنی قالب زدن. شکیل پنجره فقط یونولیت ساختمانی تولید نمیکنه، بلکه تو صنایع مختلف از بسته بندی گرفته تا یک کاری و دکوراسیون کاربرد دارن. همونطور که میبینی یونولیت تو ابعاد کوچیکم تولید میکنن. این فسقلی ها رو ببینید. تجربه خیلی خیلی خوشمزه‌ای بود، مخصوصا وقتی یونولیت های ظریف و کوچولو رو میدیدم. شکل پنجره با بهترین مواد اولیه و دستگاه ها یونولیت هایی تولید میکنه که خیالتون از هر نظر راحت باشه. با دقت و ظرافت و تنوع بی‌نظیر با کیفیت تضمین شده هر یونولیت که شما مد نظرتون باشه رو تحویلتون میدن.